بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و دوستان گرامی، باز سخن را دوام می‌دهیم درباره همون 4 کلمه های پربرکت که در درس های گذشته گفته بودیم. این همچون یکی از باز همین 4 کلمه که از وصیت هایی هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وصیت کرده بود. عن مصعب ابن سعد عن ابیه رضی الله عنه، از مصعب ابن سعد از پدرش الله از آنها راضی باشد، قال جاء اعرابی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، یک بادیانشین پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و پس گفت علمنی کلاما اقوله، گفت مرا بیاموز سخنی را که من همون سخنها را بگویم، ای سخنهای نیکی که من از اون سخنها بهره برم. قال قل، پیغمبر چی گفت؟ بگو لا اله الا الله وحده لا شریک له الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. همین کلمه ها را گفت، همین 4-5 کلمه را. قال فهؤلاء لربي، در پاسخ اعرابی گفت که هن کلمه ها برای چی؟ برای پروردگارم، ای ستایش و سپاس برای پروردگارم. فمالی، پس برای من چی؟ قال قل، بگو اللهم اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی، ای بار خدایا گناههای مرا ببخش، عفو کن، وارحمنی و مرا رحم کن، مهربانی کن به من، واهدنی مرا برای راست راهنما کن، وارزقنی مرا رزق بده. این حدیث چی بود؟ حدیث امام مسلم 2696 حدیث است، حدیث صحیح است. یعنی که این حدیث درباره چی است؟ کسی که یعنی پیغمبر را پرسید برای وصیت، پیغمبر وصیت کرد که همین کلمه ها را بگو. کسی که برای تو پرسیدم میتونی به همین کلمه ها او رو به او وصیت کنی، یا که کسی را آموزانی برای چی همین کلمه های پربرکت را بگوید. باز حدیث دیگر که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که یک مردی درباره یعنی که یک مرد میاد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم از یعنی که میگه که من هیچ چیز از جات نمیدارم که نماز خوانم، پیغمبر همین کلمه را میگه، همین کلمه را بگو. از عبدالله ابن ابی اوفا راضی باشد از او الله عز وجل قال، فرمودند جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، مردی پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و پس گفت انی لا استطيع ان آخذ من القرآن شيئا، گفت که من یعنی که شاید کلان سال باشد، گفت که من نمیتونم از قرآن چیز را از یاد کنم. یعنی که در تفسیر هم میگن که شاید که انسانی که آمده است و وقتی نماز شده است و در همون مدتی که کوتاه از یاد کردن نمیتواند و از پیغمبر پرسید که من چی خیل نماز گزارم و چی خیل در نماز چی بگویم. بعد پیغمبر صلی الله علیه و گفت قرآن گفتن یعنی قرآن از یاد کردن نمیتونم، مدت کوتاه در تفسیرش میگن. و کسی که نمیداند هم همین سخنها را که تماما نمیتواند از یاد کردن یا کلان سال باشد یا چی همین سخنها را بگوید. گفت من از قرآن نمیتونم چیزی بگویم، فعلمنی ما یجزینی منه، پس مرا یک چیز آموزان که من در نمازم بگویم که برای من چی باشد، بسنده باشد، کفایه باشد برای من، یعنی که اجر گیرم برای من. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. گفت بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا حول معنی چرا دارد؟ ولا حول ایگان تحول تغییریابی از یک حال به حال دیگر نمی شود، در چیزی نباشد، در انسان باشد، در چیز از حال بایی به کمبغلی یا از کمبغلی به بایی یا که از سلامتی به بیماری از بیماری بچی مگر بچی است با قوت و رخصت اذن الله می شود. ولا قوت الا بالله، مگر بچی به الله، یگان کس هم قوت نمی دهد، یگان کس مگر الله عز وجل، فقط قوت دهنده و تغییر دهنده حال کی است؟ الله عز وجل هست. قال یا رسول الله هذا لله عز وجل، گفت این سخنهای وقت در نماز نمیگویم، اینا همچون ستایش و سپاسگزاری برای الله هست. فمالی، پس برای من چی؟ یعنی من چی بگم برای به فایده من باشد چیزی پرسیدن. قال، پیغمبر گفت که قل اللهم ارحمنی، پیغمبر چی گفت که بگو ای بار خدایا مرا رحمت کن، مرا به من مهربانی کن، یعنی گناههای مرا بخش،
و رزقنی مرا رزق میده، رزق روزیم را زیاد کن، و عافینی و عافیت بخش بدنم را، و اهدینی مرا رهنما کن، مرا به راه راست هدایت کن. فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول صلی الله علیه و سلم. هنگامی که اون مرد از جای خیست، در شرح همین میگه که همون کلمه ها را با انگشتان حساب کرد و یعنی که همون مشت خود را بست و یعنی که همین کلمه ها را برای ازیاد کردن و حفظ کردنش در یاد گرفت و با دست اشاره کرد. پس بعد رفت. فقال رسول صلی الله علیه و سلم، در اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ اما هذا فقد ملأ يده من الخير. گفت که این همین وقتی که دست قبضه کرد، دست خود را همون طور با انگشتای حساب کرد، همون کلمه ها را خواست که ازیاد کند، دست یعنی پیشاند، قبضه دست پیشاند. گفت این اما این گفت هر آینه دست خود را پر از خیر کرد، دست خود را پر از خیر کرد. برای همین گفت که این معنای چرا داره؟ معنایی که دست خود را همون یعنی که همون چرا همون کلمه ها را برای ازیاد کردن یعنی با انگشتان حساب کرد و با اشاره کرد به انگشتانش. حدیث امام ابو داود، امام نسائی و امام احمد و امام حاکم و صحیح میگه در شرط بخاری است. امام ذهبی هم و امام بیهقی هم در سنن کبرا، خاصه ابن حبان و امام شعیب ارناؤوطی میگه حدیث حسن است و صحیحش کرده است امام البانی. خلاصه حدیث است. باز حدیث دیگر درباره همین کلمه ها از کعب ابن عجره رضی الله عنه فرمودند که عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن دبر كل صلاه مكتوبه 33 تسبیحه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که معقبات یعنی که همین کلمه ها را پس از چیزی میگویی. معقب یعنی که پس از عقب یگان چیز که میگویی، عقب یگان چیز، همین کلمه ها را که میگویی در پیغمبر معقبات میگه. معقبات یعنی که عقب از چیزی میگویی. همینایی که میگویی میگه از عقب یک چیز میگه لا یخیب قائلهن، هرگز میگه همین کلمه هایی که از پس یک چیز میگویی هرگز اینا چی هستند؟ انسان ناامید و گوینده این کلمه ها یا که انجام دهنده این کلمه ها هرگز ناامید و چی پشیمان نمی شود. در کدام وقت میگه دوباره کل صلات، پس از هر یک نماز فرض، پس از چی هر یک نماز فرض. دمیجا میگه پس از نماز فرض یعنی که دلیل است که تسبیح ها را فقط ما چی تسبیح باید ما چی بگیم؟ تسبیح مستحب است که ما باید پس از نماز فرض گویده شود، نه پس از سنت. این یک دلیل دیگر است که حدیث در امام مسلم است، حدیث صحیح است که تسبیح ها اصلا پس از چی گفته میشوند؟ پس از نماز فرض. بعد که باید چی بگویی؟ یعنی که انسانی که همین کلمه را میگوید گوینده اینها هرگز پشیمان و هرگز چین ناامید نمی شود از رحمت الله. 33 تسبیحه، 33 بار گفت تسبیح گویی سبحان الله گفتن، و 33 تحمیده و 33 بار الحمدلله گفتن، و 34 تکبیره و 34 بار الله اکبر گفتن. گفت کسی که اینا را گفت هرگز میگه چین گوینده اینها پشیمان یا که ناامید از رحمت الله نمی شود. این بود حدیث دیگر. حدیث دیگر از ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه و سلم خرج من بیتی حين صلى الصبح. ابن عباس روایت می‌کند که راضی باشد از پدر و از او الله عز و جل که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه از خانه‌اش برآمد، حين صلى الصبح، از خانه‌اش برآمد، وقتی که نماز خواند و از خانه‌اش برآمد، نماز صبح خواند از خانه‌اش برآمد. و جویریه جالسه فی المسجد، و جویریه گفت همسر پیغمبر اکرم ام المؤمنین در مسجد نشسته بود، جویریه در مسجد نشسته بود. ثم رجع حين تعالى النهار، پس پیغمبر وقتی که گذشت رفت جویره نشسته بود، وقتی گشت که آمد باز همچی یعنی که کم ترک روز شده بود، آمد باز دید که جویره نشسته است و در همونجا. فقال لم تزالی فی مجلسک؟ قالت نعم، تا هنوز در همون جای نشستگی هستی؟ قالت گفت که بله. قال لقد قلت 4 کلمات، گفت من 4 کلمه گفتم، در همین رفتنم 4 کلمه را تکرار کردم. ثم رددتها 3 مرات، همین 4 کلمه را گفت 3 باری تکرار کردم در همین رفتنم و اومدنم. لو وزنت بما قلتی لوزنتها، اگر همون 4 کلمه ای که من 3 باری تکرار کردم همونا را اگر در ترازو برکشند برابری همین از همون وقتی که تو نشستی بر آمدن منو تا گشتن آمدن مرا ذکر و یاد یعنی که تسبیح گفتی و چی گفتی همین یاد الله کردی، همین 4 کلمه من اگر برکشند در ترازو برابری همون نشستن تو همون ذکر کردن تو می شود که از بعد نماز بامداد تا آفتاب برآمدن و تا خیلی وقت گذشت تو نشستگی است. یعنی که همین 4 کلمه ای که من گفتم، همین سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر عدد خلقه، گفت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر عدد خلقه، همین 4 کلمه را یعنی که عدد خلقه ای چی است؟ ای همین بزرگی عددی همین که الله آفریده است، یعنی که والله اکبر چی قدری که الله آفریده است، خلقه
همو عدد الله اکبر گفتن و رضا نفسه و رضاگی نفس الله و زینت عرشه و مداد کلماته و چقدر کلمه های الله عز و جل بی پایان هستند، یعنی که آخر ندارن کلمه های الله عز و جل. برای همین گفت همین 4 کلمه ای که من گفتم برابری چی هستند؟ برابری همون مقداری که تو نشستی چند ساعت باشد نشستی، منم 4 کلمه را 3 بار تکرار کردم، برابری همون ثوابی یا که در ترازو برابری همون چیزی گفته های تو همون کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر والله اکبر اکبر عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلمات. همین کلمه را اگه تکرار کند بین پیغمبر گفت همین کلمه برابری چقدر ساعتی که انسان ذکر میکند برابری همونها از در ترازو. باز دوام دارد، از دعای نیکی خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله.